شام دوشنبه 24 август صدها نفر در مرکز مینسک گردهمایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با راهپیمایی اعتراضی روز 23 август که در آن نزدیک 100,000 نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردهمایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانووسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانووسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 август تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه میباشد. عضو دیگری شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 август برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.